خانمی نوشتند که من ساکن اصفهانم، خانواده همسرم، خانواده خودم هر کاری که میخوان انجام بدم منو اصلا مشارکت نمیدن و من خیلی ناراحتم. چیکار کنم؟ اولین نفری که بعد از عقد و بعد از اینکه من محرم میشم به یک آدم، همسرم، اولین نفری که قراره که تو تمام رازهای زندگی من مشارکت کنه همسرمه. وقتی که من ازدواج کردم و هنوز خانواده خودم اولویتند، مفهوم ازدواج نفهمیدم یا اینکه اصلا توی فضای دیگه هستم. متاسفانه این هنوز بابه که خیلی ها اصلا حساب نمیکنن همسر رو، چه خانم چه آقا فرقی نداره. و جالبه بهتون بگم که اینجور حالت ها قطعا و یقینا تقابل خواهد داشت، یعنی یواش 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 اتفاق نمیفته. بعد از فرزنددار شدن یواش یواش خانم و بچه‌ها میشن یه تیم و با همدیگه سعی میکنن خیلی موضوعات رو مخفی بکنن، یا برعکسش آقا و بچه‌ها ممکنه همچین حالتی داشته باشن. یک کلام اگر بحث مشورت گرفتن، حرفی ندارم من. یک سری موضوعات هست که یک آقا یا خانم میخواد مشورت بگیره از خانواده خودش، برادری داره که سر در میاره از ملک و ماشین و این حرفا، بهشون مشورت میگیره. یه وقت نه، اصلا دخالت ندادن همسره، اصلا رفتی مشورت نداره. خب قطعا و یقینا مشکل برخواهند خورد. بسیار خوب.